خب رسیدیم به جلسه دوم از سیمای زید بن خطاب رضی الله عنه، صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، برادر حضرت عمر. و خب داستان ایشون رو خوندیم که نظر سنی از حضرت عمر بالاتر بود، در سبقت اسلام زودتر مسلمان شده بود، بالاخره در هجرت کنار برادر خودش عمر هجرت کرد، مدینه اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در تمام جنگ ها حضور داشت در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، تخلف نکرد و قهرمانان جنگید. و اشاره کردیم که در جنگ احد که چگونه حضرت عمر لباس زره خودش رو به اون داد و اون نپوشید و در برخی نقدن پوشید و در آورد. گفت چرا در میاری؟ گفت باقی تو در آوردی، تو میخوای شهید بشی من شهید نشم. اما تقدیر الهی بر این نبود که ایشون در اون مقطع شهید بشه. ببینیم بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه اتفاقی افتاد. بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، خب نگاه کنید اون موقع شبه جزیره همه مسلمان شده بودن. البته که در قبل از وفات و در دوران بیماری پیامبر زمزمه های تمرد و زمزمه های اختلاف را افتاد بود. پیامبران دروغین از یک طرف و شورشیان از مناطق متفاوت از یک سمت، حتی از سمت ایران روم حمایت می شدن. اون موقع ایران نبود، فرس می گفتن، فارس به این سرزمین حمله می شد و بالاخره قتل و غارت و جنایت. ابوبکر خب بعد کاری می کرد. مثلا مسیلمه کذاب جزش کسایی بود که حتی اومد ادعای اسلام کرد، من مسلمان شدم، آیاتی از آیات الهی را مثلا به قول خودش شنید، بعدها رفت ایشون ادعا کرد که من چی شدم؟ من ادعای پیامبری میکرد و خیلی در تونس اطراف خودش نیرو جمع بکنه. یا کنید برخی میگن ممکن این سوال پیش بیاد که آقا مثلا چرا مثلا خیلی ها نمیخوان بفهمن حقیقت رو، یا چرا فلانی ها اینقدر طرفدار دارن، وقتی که در زمان خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما میبینیم یک فردی میاد ادعای دروغین نبوت میکنه، میتونه افراد قبیله خودش و عصبی خودش یا افراد که نسبت بهش ارق و قبیله رگ و ریشه خونی داشتن رو جذب کنه، تحت حمایت خودش قرار بده، حالا فریب بده و عبارت از 40,000 10,000 برخی گفتن 40,000 بهش همراه شدن. این نشون میده که این اتفاق هست. حالا در مورد مسیلمه واقعا اینجاست که ایشون خب تو یمامه زندگی میکرد و مورخین نقل میکنن که میگه که این در اون منطقه سرزمین بنو حنیفه بودن، منطقه حنیفه که معروف هست و خب اینجا بزرگ شده بود و تونسته بود جا بگیره و بین اون مردم نفوذ اجتماعی و قبیلگی داشت. و در مورد توصیفی که میکنن شمایل زیاد خوب و مناسبی نداشت. حالا من نمیخوام زیاد وارد این موارد بشم، رنگش و این حالت ها. و میگن بسیار آدم حیله‌گری بود، خیلی خوب میتونست مثلا حیله بکنه، حتی میگن سحر و جادو هم بلد بود و هر طریقی سعی میکرد که مثلا از فریب استفاده بکنه و دیگران رو فریب بده و خودش رو خیلی خوب نشون بده، تا جایی که گفتم مورخین تا 40,000 نفر نقل میکنن که ایشون تونست همراه خودش بکنه و گول فتنه این رو بخورن و فتنه خیلی بزرگی شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب از دنیا رفت و ایشون در حالی که در زمان پیامبر مسلمان شده بود، اومده بود قرآن میخوند، فقاهت دینی گرفته بود، اما رفته بود که در یمامه به عنوان یه معلم کار کنه. یه دفعه اونجا بر ایشون پیامبریش گل کرد و ادعا کرد که بله من همون پیامبر من هستم و حتی یه بار گفت یه قسمت زمین مال منه، یه قسمت مال محمده و امثال این موارد. ایشون خب مسیلمه داشت، سپاه بزرگی رو هم فراهم کرده بود برای دفاع از خودش و برای حمایت از خودش و قتل و غارت و کشتار قبایل و مناطقی که اونجا بالاخره قرایی که وجود داشت در اون منطقه انجام میداد. و خب کسی نمیتونست واقعا جلوی قدرت اون رو بگیره. یه قدرت نظامی خیلی سنگینی رو تونسته بود برای خودش فراهم بکنه، عصبیت قبیلگی و قومی هم بود و با اون اشعاری که میتونست بخونه تشویق میکرد. خیلی داستانش خیلی حالا مفصله، ما نمیخوایم وارد این قسمت بشیم. کار به جایی رسیده بود که واقعا شرایط خیلی سنگین شد. دیگه ابوبکر صدیق اینجا بود که خالد بن ولید رو فرستاد. خالد رو فرستاد با سپاهی از بهترین یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مهاجرین و انصار برای مقابله با مسیلمه کذاب. نبرد سنگینیه. اینها در داستان میاد که در اونجا به حدیقة الموت میرسن. یک باغ بزرگی بود با دیوارهای خیلی بلندی. در اون نبرد در مراحل اولیه مسلمان ها حتی شکست میخورن، خیلی هاشون در این میدان یعنی کشته میشن.
بسیاری ما از حفاظ قرآن رو از دست دادیم در اونجا، از مهاجرین و انصار رو از دست دادیم که یکی از عللی که بعدها سبب شد بحث اینی که قرآن به صورت یک محل مشخص جمع آوری بشه، فقط تو سینه ها نباشه، این بود که دیگه حضرت عمر گفت بابا اگه اینجوری باشه ما قاریان فقط در این جنگ اینقدر قاری از دست دادیم، در شرایط بعدی ممکنه ما کسی دیگه از دست بدیم. شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و آله رو خدای نکرده قرآن از میان سینه ها بره و اینی که اینها رو بگیریم هر کسی نوشته ها رو داره جمع بکنیم بر اساس اون بالاخره متخصصین قرائت و شاگردان کاتبان وحی اینها جمع آوری بشه. مثلا خیلی جالبه موردی در مورد مسیلمه نقل میکنن که ابن کثیر نقل میکنه، باقلانی اینا میگن که یک هیئتی اومد، وفدی اومد از جانب همین بنی حنیفه یا همین مسیلمه پیش ابوبکر. خب ابوبکر گفت خب از این قرآنی که شما مدعی هستید مسیلمه داره برای من بخونید. بعد گفتن اگه ما بخونیم آیه تو ما رو معاف میکنی، با ما برخورد میکنی، شما سفیرید که نمیشه با سفرها برخورد کرد دیگه. حالا شما اومدید به عنوان سفیر، همه که دیگه مثل خود مسیلمه سفر رسول خود، سفیر رسول خدا صلی الله علیه و آله رو کشت. ولی ابوبکر گفت نه خب اشکال نداره چون قانون دیگه از قوانین بعد حفظ بشه. گفت نگاه بکنید ما میخونیم ابوبکر یا زفته بنت زفته عین ای قورباغه دختر قورباغه نقی لکم تنقین، مثلا یا للماء تکدرین لشارب تمنعین، تو آب هستی نه آب رو تاریک مکدر میکنی نه به قول معروف مانع از این میشه کسی میخواد از اون آب بخوره. رأس و کف الماء و ذنب کف التین، سر تو آب دم تو گله. بعد داستان الفیل به الفیل اینها رو خوندند و همینجوری میخوندند و از اینجور خرافات نقل میکردن. ابوبکر گفتش که واقعا این چرت و پرتا شما چی دارید میگید، از کجا آوردید؟ خب میفهمید، عرب میفهمید، حتی قبیله بنی حنیفه یا همین مسیلمه کذاب میفهمیدن، میگفتن ما میدونیم که مسیلمه دروغ میگه محمد راست میگه، اما به خاطر اون مسائل قبیلگی، اون نژاد پرستی، ارق خاصی که داشتن میگفتن دروغ مسیلمه برای ما بهتر از راست محمد هست. بعد ابوبکر گفت با عقلاتون به کجا میبرید؟ من شهادت میدم این کلامی نیست که از جانب خدا اومده باشه. در هر صورت شرایط اینگونه شد که بالاخره چاره دیگه جز جنگ نبود و اونها شرایط رو سخت کرده بودن. سپاه خالد ابن ولید حرکت کرد به طرف مسیلمه کذاب. شرایط گفتیم خیلی سنگین بود و به گونه‌ای بود که اصلا نمیشد تصور کرد. میدان جنگ در شرایط سختی قرار گرفته بود. پرچم مهاجران در دست زید بن خطاب بود و پرچم رو به دست گرفته بود و این همچنان به وسط این مشرکان حمله میکرد و همین مرتدان و میجنگید تا اینکه خداوند این گونه کرد که زید به شهادت رسید. نکته جالبی که در اینجا وجود داره در تاریخ این جنگ، خب زید در اینجا به شهادت رسید. چجوری به شهادت رسید؟ صحنه رو داشته باشید. میگن در وسط جنگ شرایط به گونه‌ای شد که یه دفعه طوفان شد، خاک اومد تو چشم مسلمون ها و مردم شروع کردن با هم صحبت کردن. اومدن پیش زید بن خطاب، خب بالاخره پرچم مهاجرین دستش بود. گفتن ما چیکار کنیم در برابر این باد و خاک و اینها؟ ایشون گفت قسم به خدا من با شما حاضر نیستم صحبت بکنم تا اینکه یا اونها رو ما شکست بدیم یا من شهید بشم. الان دیگه وقت صحبت کردن نیست. الان میگن دندونهاتون رو هم فشار بدید، چشماتون رو ببندید و تا میتونید از دشمنان بکشید و پیش برید. الان زمان پیشرویه. الان زمان این نیست که خاک تو چشمتون اومده چه شده چی نشده. و میگن خود زید بن خطاب هم همین گونه شده بود، دندونهاشو رو هم گذاشته بود و در قلب دشمن حمله میکرد با شهامت و شجاعت و تا اینکه حتی میگن یکی از بزرگان اون قبیله رو که معروف بود که به نام انفوه الیمامی بود که قهرمانانش بود، اونو در اونجا کشت و که این خودش یکی از فتنه‌گرانی بود که در کنار مسیلمه بود و خیلی فتنه ایجاد کرده بود و میرفت قسم میخورد و فلان میکرد و شواهد میآورد که مسیلمه آدم نیکی هست. اما در هر صورت در اون جنگ بالاخره زید بن خطاب به شهادت رسید بالاخره. اما اون جنگ پیروزی مسلمانان ختم شد، اما زید بن خطاب در اون جنگ به شهادت رسید. بالاخره این جنگ به پایان رسید، مسلمان ها پیروز شده بودند که نقل شده 1200 نفر در اون جنگ
شهید شدن از مسلمانان که حدود 39 نفر برخی مورخین نقل میکنن از صحابه و حفاظ قرآن کریم بودن. برخی آمار حفاظ کریم رو قرآن رو خیلی بیشتر از اون نقل میکنن. در مورد زید مثلا مورخین نقل میکنن که اون فریاد میزد، میگفت من از این که میبینم که خیلی ها میخوان عقب نشینی کنن، کوتاهی کنن، من خدایا به تو پناه میبرم، من از اونها بیزاری میجویم از هر کسی که در این جنگ کوتاهی بکنه، و همینجوری حمله میکرد و به سمت مسیلمه و اینها و می جنگید با شمشیر خودش تا اینکه به شهادت رسید قهرمانانه. در هر صورت اهل مکه، اهل مدینه به غم نشستن، به اندوه نشستن، تعداد زیادی شهید داده بودن شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اما از این که پیروزی نصیب مسلمان ها شده بود، اونها به شهادت رسیدن، از اون ور بالاخره خب نصرت الهی هست، این پیروزی براشون ارزش بیشتری داشت، به خاطر اینکه میدونستن اگر در این جنگ شکست بخورن خیلی سختی های زیادی برای اونها به وجود خواهد اومد. حتی نقل کردن حالا در مورد این بحثی که کسی که اونجا مثلا زید بن خطاب رو به شهادت رسون، بعدها اومد پیش عمر، با عمر صحبت کرد و تو تعریف کرد ماجرا رو. چی جالب اینه که میگه که دیگه حالا در اونجا موارد نقل میشه، اون شخص که میگه که آره اون به دست من به شهادت رسید، به خیر و برکت شهادت رسید، حالا من خداوند ایمان رو نصیبم کرده و توبه هم نصیبم شده و این موردیه که من هرگز نمیتونم فراموش بکنم. عمر هم همیشه میگه من احساس میکنم باد نسیم میاد، بوی برادرم رو حس میکنم، حالاتی که هر انسانی ممکنه حس بکنه. حالا ابن سعد اینو آورده، میگه اون شخصی که کشته بود که میگه از نقل میکنه که اون میگه اومد شخص پیش عمر گفتش که عمر میگه گفت تو کشتی زید رو؟ گفت بله، خداوند اون رو به دست من گرامی داشت، به مقام شهادت رسون و منو خار کرد. من لیاقت نداشتم که به دست اون خار بشم و مرتد بشم، چون در لباس ارتداد بود. بعد عمر گفت که به نظرت چقدر در اون روز از مسلمانان کشتن؟ بعد اون میگه مثلا 1400 نفر بیشتر یا کمتر مثلا اینها. عمر میگه چقدر اینها واقعا آدم‌های بدی بودن، چقدر ما کشته دادیم اونجا و فلان. بعد اون شخصی که قاتله میدونی چی میگه؟ میگه الحمدلله الذی ابقانی، خدا رو شکر که خدا من زنده نگه داشت، حتی رجعت الی دین الذی رضی لنبی، تا اینکه من دوباره برگشتم به دینی که خداوند برای پیامبر خودش و مسلمانان برگزیده بود. میگن عمر از این سخن این خوشحال شد. بالاخره این نگاهی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به وحشی داره، به قاتل حمزه سید الشهدا داره، و حتی میگن به ایشون رو برخی نقل کردن که برای بصره فرستاد که در اونجا به عنوان قضاوت قرار بگیره. بالاخره شخصی بود که داره اون توانمندی ها بود که حالا ما بخوایم همه این موارد رو بگیم وقت گذشته و زمان داره به سرعت میگذره. نکته ای که قابل تأمل هست اینه که زید بن خطاب جدا از این که جزء سابقین اولین و شخصیت‌های رده اول اسلام هست، نسبت به عمر هم یک محبتی این دوتا نسبت به هم داشتن و خانواده هاشون نسبت به همدیگه وابستگی ها رو داشتن. بالاخره رابطه دوتا برادر هست و از همه مهمتر شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که یکی پس از دیگری به خاطر دین خدا به شهادت رسیدن و به خاطر حفظ دین و اهمیت دین خدا. خب تا فرصت دیگه، تا روز دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.